آدم میگه ای آدم. حضرت آدم علیه السلام میگه ای پروردگار من، گوش به فرمان تو هستم، همه خوبی ها در دست توست. حضرت آدم این ندا را میشنوه. خداوند به تو امر میکنه که هیئت جهنم رو جدا کنی. حضرت آدم میپرسه ای پروردگار من، هیئت جهنم چند نفر هستن؟ از هر 1000 نفر 999 نفر. در این روز زنان حامله را میبینی که سقط جنین میکنن و کودکان پیر میشوند. مردم از شدت عذاب الهی مست و سرخوش میشوند با این که مست نیستند. این خبر برای اصحاب کرام خیلی سنگین بود، به طوری که رنگ چهره هاشون تغییر میکنه. رسول اکرم این گونه ادامه میده: از قوم یعجوج و معجوج از هر 1000 نفر 999 نفر و از شما 1 در 1000 وارد جهنم میشود. و این را بدانید که شما در بین انسانها به اندازه موی سفید در بدن گاو سیاه و یا موی سیاه در بدن گاو سفید هستید. بعد از نیست شدن قوم یعجوج و معجوج در این خانه، یعنی خانه کعبه، حج و عمره انجام خواهد شد. زمانی که پیامبر اکرم به معراج عروج کرد، برای تبلیغ دین اسلام به سراغ قوم یعجوج و معجوج رفت. به جز عده اندکی ایمان نیاوردند. همه منکر دین اسلام شدند. سد بزرگ ذوالقرنین وجود دارد، ولی ما قادر به دیدن آن نیستیم. خداوند اگر بخواهد غیب را پنهان بکند، هیچ کس نمیتواند بداند که غیب کجاست. خداوند همونطور که فرشته ها و اجنه رو به ما نشون نمیده، سد قوم یعجوج و معجوج رو هم به همون صورت به ما نشون نمیده و این وضعیت اصلا تعجب برانگیز نیست. خداوند هر چی رو که بخواد میتونه انجام بده. خداوند وقتی بخواد چیزی رو پنهان کنه، قدرت انجام این کار رو داره.